به اندیشه من دختر معاصر باید عرف و عادت‌های تاجیکانه داشته باشد، لباس ملی خود به بر کند، یعنی سواد داشته باشد. در این دور زمان اگر دختر معاصر یک معلومات عالی داشته باشد میتواند در آینده به فرزندهای خود یک تعلیم و تربیت خوب داده میتواند. بعد دختر معاصر باید از هنرهای مردمی با خبر باشد، پخت و پز کرده تواند، لباس ملی خود داشته تواند که تا معرفگر لباس های مردمی باشد که در آینده میتواند هم در خانه ششته یک روزی خود به پیش میبرد، زندگی خود را پیش برده میتواند. دختر معاصر چون ما در عصر 21 قرار داریم، عصر علم و تکنیک است، عصر پیشروی است، از همین خاطر دختر معاصر باید هم قدم زمان باشد، زیرکی سیاسی داشته باشد، آداب و رفتار نمونه‌ای خوب داشته باشد که در وجود خودش ملت رو انعکاس میکنه و دانش خوبی زمانوی داشته باشد، چون که فرزند رو به دنیا میارد، فرزند رو تربیت میکند و عائله رو تربیت میکند. باید دختر دائم تیار باشد که به خدمت پدر و مادر، به خدمت شوهر، به خدمت همه مهمان آمدگی و رفتگی و در خانه هم باید دائم به همه کار باید که ایوده همه کار خانه برآمده تواند. وقتی که شوهر میکنن آماده باشند و زندگی آیندهشون و چگونه که میخواهم باز میخواهم که در آینده وقتی که شوهر میکنن طرز عائله داری خود را بدانند و حرکت کنند که چطور پدر و مادر خود را حرمت میکنند، خسرو خوشتامن خود را نیز همین طور حرمت کنند، عزت کنند و عائله صالحه بنیاد کنند. دختر معاصر که موافق ترقیات که این حال وجود دارد پیشرفت کرده است، یعنی از جهت عقلی پیشرفت کرده است و بعضا میشود که یعنی اون خصلت هایی که مادران گذشته داشتند الحال دختران زمان معاصر کمتر دارند، یعنی آنها به نهایت ترقی کردند و از جهت یعنی عقلانی حیات رو میخواهند اونگونه بسازند که امروز جامعه جهانی دارند. با اندیشه من دختر معاصر باید از همه جهت، همه طرفه فعال باشد، یعنی چه از سمت دانش، چه از سمت پوشیدن لباس، چه از سمت جهت طرز گفتار، کردار، رفتار، همه جهته یعنی فعال باشد، با تمکین باشد. چون اولا دختر این زن، مادر، این همه تربیتگر می باشند برای نسل های آینده ما. پیش از همه زن باید خود تربیت خوب یافته باشد که با دیگر نسل ها یعنی که تربیت خوب داده تواند. دختر معاصر باید آزاد باشد. آزادی در آن نیست که آزادی مطلق باشد و وی رفتار کند که برای جامعه ناشایان باشد. همین خیلی باید آزاد باشد که از آزادی خود به منفیت استفاده کند، برای تحصیل کردن، برای ادامه دادن، برای کریر ساختن از همین آزادی استفاده کند، از شرایط ها استفاده کند. به اندیشه من دختر معاصری که امروز ما میبینیم یکم درجه که من فکر میکنم که وی خواندگی باشد، وی مکتب میانه تمام کردگی باشد، کوشش کند که در یگانجا داخل شود. من این نمود دختر را برای خود تصور میکنم و دختری با زمانه یک باشد. من باطناً و هم باطنی و هم جسماً هم از نگاهی که میبینیم زیبا باشد. دختری باشد که خود را نگاه بین کرده، دختری باشد که امروز به طلبات زمان جواب باشد.